دکتر صاحب جمشید رسا از مردم معذرت خواهی میکنه. شخصیت خیر اندیش، خیرخواه که کل عمر خود را تا به می سن که رسیده به خیر امت، به خیر جوان کشور، به خیر ما و تو سپری کرده. در سختترین شرایطی که مردم وطن ترک کرد و در کنار مردمش ماند، شب و روز زحمت میکشه، سمینار دکتر صاحب میگیره و درس او میته، در رادیوها او است، در رسانه ها او است، هر روز فریاد میکنه، صدا میکنه، در حد خیرخواهی میکنه که مردم میگه دیوانه شده. نه، دیوانه نیست، او دیوانه نیست. سخنهای از او انسانهای سبک هضم کرده نمیتونن. من آدم چاپلوس نیستم و چاپلوسی یاد ندارم. واقعا این شخصیت من دوست دارم. کاش کسایی پیدا میشد یا اکثریت مردم میشد حد اقل که میره درک میتونستن، سخنهایش هضم کرده میتونستن.